درود بر شما هموطنان، درود بر شما آزادمنشان، درود بر شما ایرانیان. کتاب هویت ایرانی رو افتخار داشتم که چند روز پیش بخونم و تمومش کنم. در این کتاب در قسمتی به این گونه نوشته شده: دوران پهلوی نه تنها شاهد پیدایش و رشد یک دولت ملت برخوردار از یک سیاست ملی آشکار بود، بلکه پیدایش حس یک آگاهی ملی را در پی داشت که تلاش می‌کرد احساس تعلق به یک ملت مدرن را با تاریخی با شکوه به درازای بیش از 25 قرن تقویت کند. پخش و انتشار گسترده ایده ایران به بخشی از یک مبارزه گسترده برای افزایش سطح سواد، رشد سریع شهرنشینی و ارتباطات، به پیدایش یک طبقه متوسط و گروه شهری تحصیل کرده و همچنین شکل‌گیری یک بازار ملی منجر شد. و همان گونه که شما و من در عرض 43 سال گذشته فریاد کشیدیم، از داخل و از درون وجودمان فریاد کشیدیم: روحت شاد رضا شاه، روحت شاد رضا شاه، روحت شاد محمد رضا شاه پهلوی، شاهنشه ایران. زنده باد فرح پهلوی، مادر ایران زمین. زنده باد یاسمین پهلوی، ملکه ایران. زنده باد شاهزاده رضا پهلوی، امید ایران. زنده باد شاهزاده رضا پهلوی، منجی ایران. زنده باد رضا پهلوی، پادشاه خوبان ایران. ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد. وقت است که بازایی، وقت است که بازایی. زنده باد خاندان پاک ایران ساز پهلوی. پاینده باد ایران، پاینده باد شما ایرانیان. پاینده باد ایران. جاوید شاه.